به ساعتی خیلی خوش می‌کنید. من یه ساعت می‌تونیم برای که تلاش کنیم چند تا از رکوردهای گینس رو امتحان کنیم و بزنیم، ببینیم که آیا میتونیم رکوردهای گینس رو بزنیم یا نه. من برای این کار از چت جی پی تی کمک خواستم و گفتم که بهش چند تا از آسان‌ترین رکوردهای گینس رو بگه که راحت بشه انجام بده. شما هم میتونید توی خونه همزمان با من انجام بدید و ببینید که شما هم میتونید رکوردها رو بزنید یا نه. حتما داخل کامنت ها بگید. پس بدون معطلی بزنید بریم سراغ این ویدیو. رکورد اول، پوشیدن بیشترین تیشرت در 30 ثانیه. توی دنیا تنها کسی که تونسته توی 30 ثانیه بیشترین تیشرت رو بپوشه 20 تا بوده، 20 تا روی هم بوده و توی سال 2024 این رکورد زده شده و اسمش هم داوید راش بود فکر کنم. حتما اینجا اسمش رو هم میذارم. بریم ببینیم که ما توی 30 ثانیه میتونیم چند تا تیشرت بپوشیم. رکورد توی دنیا 20 تا هستش توی 30 ثانیه و بریم که من تست کنم ببینم که توی 30 ثانیه میتونم چند تا بپوشم. بریم سراغ رکورد. تو اینجا کلی تیشرت داریم. من خود نمیدونم چند تا اینجا تیشرت هستش. بریم که اگه صدا بده من میکروفون رو یکم دورتر گذاشتم، اگه صدا بده خیلی عذر میخوام. بریم که این رکورد رو بزنیم. اولی دیگه رو تنمه، من دومی شروع میکنم. 3 2 1. خیلی سخته واقعا. 10 ثانیه زمان دارم. باجی کار نمیشه واقعا. 20 تا دفاع انجام نمیشه. تایم تمام شد. چند تا شد؟ 1 2 3 و یکم رو تنم بود شد 4 تا. هم تایم خیلی کم بود، هم واقعا اصلا جا نمیشه 20 تا تیشرت به تن نمیشه. واقعا چطور میشه 20 تا تیشرت روی هم پوشید؟ من یه بار دیگه هم تلاش میکنم و این تیشرت هم دیگه در نیاوردم. یه 2-3 ثانیه هم به خاطر این تیشرت کم میکنیم، یعنی 27 ثانیه من زمان دارم که بتونم 20 تا تیشرت رو بپوشم و نمیتونم همین کار انجام بدم. ما یه بار دیگه تلاش میکنیم بریم که یه بار دیگه انجام بدیم. شما حتما توی خونه امتحان کردید، حتما داخل کامنت ها بگید که شما تونستید چند تا تیشرت روی هم بپوشید. شروع. اینو هم دیگه ازم قبول کنید دیگه. واقعا تایمم تمام شد و میدونم برای این دی شد و دیگه هم قبول کنید. اینم 5، البته اینم روی تنم بود. یه 2-3 ثانیه واسه این کم میکنیم. یه 5-4 تا شد دیگه. واقعا نمیشه زد. واقعا خیلی سخته و اینکه توی 30 ثانیه 20 تا به تن کرده دمش گرم. ما که شکست خوردیم تو این رکورد. خب رکورد بعدی، نگه داشتن 247 تا CD روی یک انگشت دست، که این رکورد در سال 2015 شخصی به نام، اسمش اینجا میذارم چون تلفظش رو نفهمیدم که تلفظش چجوریه، داداشمون تونسته توی سال 2015 247 تا CD روی یک انگشتش نگه داره. و چت جی پی تی به من نگفت که روی کدوم یکی از انگشتای دستش کدوم انگشتش بود که نگه داشته و اینکه من نفهمیدم که روی نوک انگشتش تونسته نگه داره یا به صورت عمودی یا افقی بود انگشتش. اینا هم من نفهمیدم. حالا من فکر نکنم اینجوری باشه واقعا، چون واقعا نمیشه 247 تا CD رو اینطوری روی انگشتت نگه داری. واقعا من فکر نکنم این اتفاق رخ بده. شاید منظورش اینطوری بوده. این رکورد هم تایم نداره، توی چند ثانیه تونست این کار رو انجام بده. تایم نداره، بدون محدودیت زمانه. پس بزنید بریم سراغ رکورد. شما حتما توی خونه این کار رو انجام دادید. توی کامنت ها بگید که شما چند تا تونستید نگه دارید. انگشت 60 خیلی راحته واسه رکورد. شما حتما روی انگشت 60 تون سعی کنید انجام بدید، چون این یک انگشت واقعا نمیشه، سخته. پس بزنید بریم
رکورد. وای حاجی این CD همشون قدیمی هن. همشون CD قدیما سوک بود. کیا یادشونه وقتی بچه بودیم یه زمانی سوک بود، همون لپ شانسی امروزی. 7 محصول در این قسمت آماده و در جعبه سوک که همه CD ها ببینید از سوک مونده. اینجا سوک هست. واقعا کی یادشون میاد. این دوتا ای کاش یکی بغل دستم بود، خیلی راحت بود که CD ها رو میتونست بده به من راحت‌تر بذارم، چون 3 تا و اینم میشه 4. 5 6 حاجی من 6 تا شد یا 7 تا شد دوستان. این الان 8میه یا 7میه؟ نه تعداد از دستم رفت. این یا 7میه یا 8میه. 9 حساب کنیم. حالا شاید یکی دارم بیشتر حساب میکنم نمیدونم. 10 تا شد. بریم واسه 11می. 12 13 14 بریم سوکه 15 16 17 18 19 21 22 و 23 دوستان. از سکنه زمین داشت می افتاد. گرفتم ما دستم. اولی رو گذاشتیم. دومی. سور میکنم سخته. بریم از اول. خداش افتاد. اینجا تقلب حساب میشه و واقعا خیلی سخته. تازه این 30 تا هم نشده این گرد شده. فکر کن 247 تا بذاری. واقعا خیلی بیشتره و خیلی هم سنگینی میکنه. واقعا احساس سنگینی میده با آدم. من که نمیتونم این رکورد بزنم و نمیخوام دوباره انجامش بدم، دوباره امتحان کنم. من دارم به این فکر میکنم نکنه 247 تا رو روی هم چیده اومده یهویی همه‌شو گذاشتن روی انگشتش، یعنی دونه دونه مثل من نیومده بچینه. چت جی پی تی در این رکورد اطلاعات بیشتری رو در اختیار من قرار نداد. دوستان رکورد بعدی از این گرده که سریع‌ترین زمان برای ایستادن 10 مداد. یه شخص استرالیایی توی سال 2024 این رکورد رو زد که 10 تا مداد رو تونست توی 15 ثانیه ایستاده قرار بده. یعنی مدادا رو قراره که ایستاده بذاریم روی زمین و سریع‌ترین زمان هم 15 ثانیه هست. توی 15 ثانیه تونسته 10 تا مداد رو ایستاده بذاره. و رکورد هم اینه که 10 تا مداد باید در سریع‌ترین در کمترین زمان ایستاده قرار بدیم. باید 10 تا مداد رو کمتر از 15 ثانیه بتونیم ایستاده قرار بدیم تا رکورد رو بزنیم و البته که نمیتونیم رکورد رو بزنیم. پس بذاریم سراغ ویدیو. من رو تست میکنم و شروع نشده. حاجی امکان نداره. به خدا امکان نداره. حاجی واقعا امکان نداره. حاجی اصلا امکان نداره مگه اینکه به خدا امکان نداره. یکیش هم من نمیتونم. دوستان این رکورد واقعا شدنی نیست. من روی زمین هم امتحان کردم. این روی میز بود. گفتم که شاید روی شیشه سر بخوره و من روی زمین هم امتحان کردم. واقعا یکیش هم حتی نتونستم نگه دارم. واقعا نشدنی بود. اگر شما هم اینو توی خونه امتحان کنید، اگر تونستید که حتی شده یکیشو هم اگر تونستید که نگه دارید، فیلم بگیرید یا عکس بگیرید و به هم بفرستید توی این اینستا تگ کنید. بزنید بریم سراغ رکورد بعدی.
رکورد بعدی اینه که بیشترین تعداد قاشق که روی هم میتونیم بذاریم. چند تاست. اینو چت جی پی تی اطلاعات درست بهم نداد. اصلا فکر کنم گفتش که همچین رکوردی هم ثبت نشده ولی میتونی توی خونه امتحان کنی و خیلی باحاله. من گفتم که ایده خوبیه. توی ویدیو این رکورد فکر کنم همچین رکوردی توی گینس نیست. البته مطمئن نیستم، چت جی پی تی اطلاعات درست به من نداد. حالا اگرم بود که کاری نداری. اینو من گفتم حتما توی ویدیو امتحان میکنم و شما هم توی خونه امتحان کنید و داخل کامنت ها بگید و یا هم عکس و فیلم رو توی اینستا بذارید که میبینم. بزنید بریم سراغ رکورد. خب دوستان بریم که اولین قاشق رو گذاشتیم. اینو هم گذاشتم که سر نخورم. این سر نخوره روی شیشه و بخاطر این دستمال رو گذاشتم. بریم سراغ دومی. ببخشید 3 4 چی نشد 5 6 7 حاجی اجازه این قاشق رو بردارم. این تهش رگ میکنه احساس میکنم تعادل اینا رو به هم زد. 2 3 4 نمیشه حاجی 5 6 بریم یه بار دیگه امتحان کنیم. 1 2 3 4 5 6 7 ای لعنت بهت. زیاد نمیشد، اعصاب آدم خورد میشد. من تونستم 7 تا قاشق روی هم بذارم و شما اگه خواستید میتونید توی خونه امتحان کنید و ببینید که شما چند تا قاشق میتونید روی هم بذارید. بریم سراغ آخرین رکورد. رکورد بعدی از این قراره که 105 تا شنا توی 1 دقیقه، یعنی هر ثانیه باید، اینطور میشه که هر ثانیه 2 تا باید شنا رفت. اینو که میدونم که این رکورد رو نمیتونم بزنم ولی میخوام که یه امتحان کنیم ببینیم که چند تا میتونیم توی 1 دقیقه چند تا شنا میتونم برم. شما هم اینو حتما توی خونه انجام بدید. واقعا ورزش برای سلامتی خیلی مفیده. شنا که میریم توی این رکورد مهم نیست اصلا 10 تا برم 5 تا برم 20 تا برم واقعا مهم نیست. مهم اینه که داریم ورزش میکنیم و ورزش هم برای سلامتی خیلی خیلی مفید. 105 تا شنا توی 1 دقیقه و این رکورد توی سال 1993 میلادی زده شده. خیلی وقت پیشه. بریم که ما امتحان کنیم. واقعا میشه. من خواستم یه بار دیگه هم تاش کنم نشد چون که دستام درد میکنه و نتونستم که یه بار دیگه هم برم. همون یه بار رو رفتم اونم نشمردم که واقعا چند تا شد ولی خیلی 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 کمتر بود نسبت به اون رکورد. از نفسم افتادم. ولی نگید بهونه میاری. من بهونه نمیارم. من خیلی رک میگم. من عمرم بتونم اون رکورد رو بزنم. فکر نکنید که کم آوردن دارم بهونه میارم نمیدونم اینجام درد میکنه اونجام درد میکنه. نه من قبول میکنم. من عمرن هیچ وقت نمیتونم رکورد اون آقا رو بزنم. اصلا من نمیتونم نصفشو هم بزنم تو 1 دقیقه 50 تا برم. اینو من قبول میکنم. واقعا از نفسم افتادم. اصلا درد میکنه. واقعا نمیتونم یه بار دیگه برم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید و اگر پارت 2 این ویدیو رو میخواید حتما داخل کامنت ها بگید که پارت 2 رکورد های گینس. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. یادتون نره که کانال رو هم سابسکرایب کنید. دمتون گرم. نوکرتونم. تا ویدیو بعدی.